دکترای افغانستان در دنیا اول است. شاید بیشتر از 6000 عملیات شده باشه. د جراحی په برخه کې یو انقلاب منځ ته راغی. تاثیر بسیار منفی در وجود ما گذاشت. ډاکټر صاحب مونږ ته خپل جریان د عملیات کې سوچرز راخی. از خدمتی که به مردم خود میکنم از این لذت میبرم. من دکتر لایزر حساس، متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی هستم. سال 1371 متاسفانه جنگ‌های داخلی شروع شد. یک دوره بسیار زیاد تاریک بود و با ما بسیار ناامید کننده بود دوره. یعنی کاهشان کم مشکل میشد. وقت ما مبتعا را دیدیم پیش خانه مانده بودند، یک تاثیر بسیار منفی در وجود ما گذاشت. سیگارت فروشی میکردیم، گوگرد فروشی میکردیم و فروشی میکردیم در وقت. و پدرم به خاطر که یک آدم وطن دوست بود گفت ما بمرم در وطن میمرم و خودش هم نرفت. ما هم در امراش اینجا ماندیم در وطن. من که کابل اعلان کرده بودم، قضیات خراب نبود. اطراف دریای کابل بسیار خراب شده بود. بسیار یک وضعیت چی بود دیگه. خصوصا در سن تحملش بسیار بر مشکل بود. از ترکیه اینجا آمدم، در بخش جراحی عمومی ما تخصص گرفتم و یکی از عملیات‌های بزرگ که ما در اینجا انجام دادیم رادیکال پروستاتکتومی بود که سرطان‌های پروستات می باشه. هنوز تعداد عملیات‌های ما شاید بیشتر از 6000 عملیات شده باشه. بین از این عملیات‌های جنجالی بود، مثلا از جمله یک دختر خانم بود که مرمی خورده بود، از یک طرف شکمش خورده بود، از کمرش برآمده بود. به خاطر خونریزی را همش اگر میکشیدیم امروز صاحب فرزند شده نمیتونست. واقعا د هیواد یو وړ قدر ده چې د دل راتګ سره افغانستان ته واقعا د جراحي په برخه کې یو انقلاب منځ ته راغی. داسې مغلق عملیاتونه چې په افغانستان کې د شروع کړه لکه استریکټومي په لومړي ځل د افغانستان کې وکړه، نفریکټومي په لومړي ځل د افغانستان کې وکړه، همداسې نور مغلق عملیاتونه په بریالیتوب سره ترسره کړه. یک پایپ از اینجا میآید. ما یک پایپ اینجا که میمونم، یک دم پایپ دیگر چی میکنه؟ دکتر صاحب مریضه که من حمیره است 19 ساله به خاطر اسید انجکشن عملیات کردیم. در عملیات‌های باز افغانستان دکترای افغانستان در دنیا اول است. این بسیار با ادعا میگم. چیزی که ما را دکترای افغانستان با تجربه تر ساخت متاسفانه جنگ‌های چندین ساله بود که هر دکتر در طول عمر خود بسیار مریضا را عملیات کرد. از اسلام آباد گرفتیم که در بخش ادوانس لاپاراسکوپی اجرا بودیم، در اونجا گرفتیم. دیگه ایش از لاهور و پاکستان است. دیگه خاطر بسیار جالبی است که یک دکتر بود به نام معاذ الحسن از ما یک تعهد گرفت، گفت ما باید چه رقم یاد دادیم آنها متو دیگران یاد بدید بدون تعصب بدون حسادت. تر څو چې ما سره کار کړی دا ما سره یعنی ډیر شان مازده کړی دي. حتی په لاپاراسکوپي کې ټول نه مهمه شی سي هغه دغه سوچرینګ ده چې ډاکټر صاحب مونږ ته خپل جریان د عملیات کې سوچرز راخی او هغه یو د اسانه کار نه ده د یو ډاکټر لپاره. ما یک کلکسیون از سنگ‌ها دارم. سنگ‌های بسیار جالب است. تقریبا بیشتر از 70 دانه سنگ است. از کیسه صفرا و طرق صفراوی کشیدیم. سنگ‌های متفاوت است. در اینجا رنگ‌های متفاوت است. این به خاطر میده است که ما در عملیات لاپاراسکوپی سنگ‌ها را ریزه کرده از شکم مریض میکشیم. یک از بزرگترین سنگ‌های کیسه صفرا است که تا عملیات کردیم. از خدمتی که به مردم خود میکنم از این لذت میبرم. خصوصا مشکلات صحی که در پیش مریضای ما میباشه رو حل میکنم. روزای خوب آمد، خراب آمد، اینا کلش میره میایه، لیکن جوانای ما هیچ وقت باید امید خود از دست ندن، همیشه کوشا باشن و به وطن خود داشته باشن. پشت تعصبای مذهبی، تعصبای ملیتی، تعصبات قومی، حتی قاره‌ای نمی باشیم. انسان سفید و سرخ و سیاه همیش پیش ما یکیست.